تورم یه امر اجتناب ناپذیریه بعد از کاشت. شما معمولا از فردای روز کاشت پیشونیتون ورم میکنه، روز دوم بالای چشم، دور چشم، روز سوم قسمت گونه ها، تا روز چهارم پنجم که برسه به گردن و برطرف بشه. از هر فردی به فرد دیگه ممکنه متفاوت باشه. نگو داداش من اینجوری بوده، عموم اینجوری بوده. خب از هر شخصی به شخص دیگه متفاوته. حالا برای کنترلش باید چی کار کنیم؟ شما مایعات زیاد میخوری، نیمه نشسته میخوابی، سرتو خم نمی کنی، از فردای روز کاشت هر 2-3 ساعت یک بار پا میشی 10 دقیقه تو خونه پیاده روی میکنی، باعث میشه گردش خونت بیشتر بشه، این مایع زودتر جذب و دفع بشه. از روز سوم چهارم که میتونی بری بیرون از منزل، میری شب ظهر موقع هوا مساعده میری بیرون، نیم ساعت 40 دقیقه قدم میزنی، این باعث میشه که تورم کاملا برطرف بشه. پس اگه حتی چشت هم بسته شد با تورم، استرس برات نداره. این دارویی که رو سر شما تزریق شده سر میخوره میاد پایین، بعد برسه به این قسمت تا از این غده های لنفاوی جذب و دفع بشه. این تورم حاصل از آسیب نیستش.